салому алайкум азизакони ман, набирагони ширинам ва инак боз шомгоҳи шунидани афсонаҳо фаро расид. имрӯз дар қироати сокини ноҳияи сарёсиёи вилояти Сурхондарё Нармин Назарова шеър мешунавед. кани Нарминҷон, марҳамат. فرزند قابلی من وظیفه‌ایت خواندن اکنون کتاب میخوانی حرفی بسیار میدانی هر روز که مکتب روی باز داناتر میشوی حکایه و افسانه از هر دور و زمانه در کتاب‌ها بسیار است خواندن را نده از دست هر کس که باسواد است خوشبخت و دائم شاد است. آفرین نرمین جان، خیلی شعری خوب بوده است. اینک بچه‌های عزیز گوش میدهیم به افسانه امروزه. من امروز برای شمایان افسانه غازی بیهنر را نقل میکنم. در یک زمانی، در یک مکان، در یک جنگلزاری دور یک غاز زندگی میکرد. غاز خیلی محمدانه بود و خودش را خیلی هوابلندانه نمایش میداد. روزی از روزها در مجلس حیوانات و پرندگان غاز گفت: غاق غاق، من غازی عادی نیستم. من هنرهای بسیاری را میدانم. سرود میخوانم، شناوری میکنم، پرواز میکنم. برای همین هم من باید که شاهی پرندگان شوم. من به این می ارزم گفت. حیوانات و پرندگان باشند: خیر کنی یک هنرت را نشان ده گفتند. بدانه گفت: کنی یک بمانندی من تاز چی؟ غاز میخواست که تازه لنگان لنگان رفتن گرفت و در جایش شیشته ماند. بدانه باشد از این کاری غاز خندید. فراشتروک: کنی بمانندی من یک پرواز کن چی؟ گفت. غاز قناتهایش را کشاده میخواست که پرواز کند. یک به بالا برآمد و آمده به زمین نشسته افتیده ماند. فراشتروک هم خندید و ماند. بعد قورباغه و ماهی گفتند: واق واق، کنی بمانندی من یک غوطه زن؟ کنی بمانندی من یک شنا کن؟ گفت ماهی. خواست به درون آب در آمده خواست که شنا کند اما نتوانست. کلش رو یک به آب غوطانده گرفت و شرمسارانه از درون آب برآمد. قورباغه و ماهی نیز به حال او خندیدند. همین وقت بلبل از تار درخت گفت: کنی به مانند من یک سرود خوان؟ غاز باشد غاق 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 گفت. از آواز دغلانه وی تمام حیوانات و جانوران و پرندگان گوشهایشان را با دستایشان محکم کردند. غاز از این کار خود خیلی شرم داشت. از درون پرندگان لکلکه برآمد و تمکینانه گفت: ای غاز، هنرت بسیار اما یگان تاش را به مرام رسانیده نتوانستی. غاز در درون حیوانات و پرندگان از شرم سرش را بالا کرده نتوانست. انا بچه‌های عزیز دیدید، از آن که صاحب یک هنر باشیم هم باید آن را از صدق دل آموزیم. هنری از صدق دل آموخته‌مان به کسی منفعت رسانیده میتواند. با همین عزیزکان من افسانه امشبه ما به آخر رسید. به همه‌تان خواب شیرین تمنا میکنم. تا شامگاهان دیگر خیر میگویم.